رگ‌های بدن شما مثل شریان‌های یه شهر هستن. اگه این شریان‌ها مسدود بشن، دیگه زندگی توی شهر مختل میشه. حالا چی میشه اگه بهتون بگم که طبیعت یه راه حل ساده و خوشمزه برای باز کردن این شریان‌ها داره؟ امروز با 5 میوه معجزه‌آسا آشنا میشید که در طب سنتی به عنوان بازکننده رگ‌ها شناخته میشن و میتونن سلامت قلب و عروق رو تضمین کنن. اگه میخواید بدونید که این میوه‌ها چی هستن، تا آخر ویدیو همراه من باشید. میوه اولی که بهش میپردازیم زرشک هست. زرشک طبع سرد و خشکی داره و در طب سنتی به عنوان بازکننده رگ‌ها و رقیق کننده خون شناخته میشه. پس افرادی که غلظت خون دارن و رگ‌هاشون مسدود هست، برای این افراد زرشک معجزه میکنه. ترکیباتی مثل بربرین در زرشک میتونه باعث کاهش کلسترول بد و بازکنندگی رگ‌ها بشه. تحقیقات علمی نشون داده که زرشک میتونه تا 20% خطر بیماری‌های قلبی رو کاهش بده. اما زرشک رو چطوری مصرف کنیم؟ میتونید داخل غذاهایی مثل خورشت فسنجون و خورشت خلال بادام زرشک بریزید. همراه سالاد میتونید استفاده کنید و داخل کیک ها و کلوچه های خونگی از زرشک استفاده کنید و همینطور میتونید از دمنوش زرشک یا شربت زرشک استفاده کنید. به این صورت که شکر قهوه‌ای رو با زرشک بجوشونید و بعد بذارید خنک شه و بعد به عنوان شربت استفاده کنید. همینطور میتونید از مربای زرشک هم استفاده کنید. فقط نکته بسیار مهم در مورد زرشک اینه که زیاده روی در مصرف زرشک باعث ورم معده، نفخ معده و سرد شدن مزاج شخص میشه. پس افرادی که سرد مزاج هستن و معده ضعیفی دارن در مصرف زرشک حتما احتیاط کنن. اما میوه دومی که برای بازکنندگی رگ‌ها مناسب هست آلوچه یا آلو بخارا هست که بازکننده رگ‌های بدن و ملین طبع هست. طبع سرد و تری داره و برای افرادی که یبوست دارن و افرادی که رگ‌هاشون انسداد پیدا کرده بسیار مناسب هست. فیبر بالا و ترکیبات آنتی اکسیدانی آلوچه میتونه باعث پاکسازی رگ‌ها و بهبود سلامت قلب و عروق بشه. تحقیقات علمی نشون داده که آلوچه میتونه باعث کاهش فشار خون هم بشه. اما میوه سومی که در بازکنندگی رگ‌ها بسیار مؤثر هست انگور قرمز هست که طبع گرم و تری داره و در طب سنتی به عنوان مقوی قلب و بازکننده عروق شناخته میشه. این تقویت قلبی که انگور انجام میده باعث رفع هم و غم شخص میشه و ناراحتی ها و افسردگی های شخص رو از شخص دور میکنه. انگور قرمز متعادل کننده اخلاط بدن، متعادل کننده مزاج بدن، خونساز بسیار قوی و رقیق کننده خون هست. میوه چهارم انار هست. انار طبع خنک نزدیک به اعتدال داره و در طب سنتی به عنوان بازکننده بسیار عالی برای عروق و همینطور درمان کننده غلظت خون کاملا معروفه. انار با داشتن آنتی اکسیدان های بسیار قوی میتونه باعث کاهش رسوبات دیواره رگ‌ها بشه. مطالعات علمی نشون داده مصرف منظم انار میتونه باعث بهبود جریان خون شخص بشه. اما میوه پنجم میوه سیب هست. میوه سیب طبع گرم و تر نزدیک به اعتدال داره. مقوی قلب و پاک کننده رگ هاست. پس برای افرادی که غلظت خون دارن یا رگ‌هاشون دچار انسداد شده یه میوه بسیار عالیه. میوه سیب یه داروی فوق‌العاده برای پاکسازی بدن هست. پس افرادی که دنبال تقویت پوست صورت و پوست بدنشون هستن و همینطور افرادی که دنبال کاهش وزن هستن میتونن از میوه سیب توی رژیم غذاییشون استفاده کنن. مطالعات علمی نشون داده مصرف روزانه سیب میتونه منجر به بهبود سلامت قلب و عروق شخص بشه. همینطور سیب به دلیل داشتن پکتین باعث کاهش کلسترول و پاکسازی رگ‌ها میشه و همینطور گوارش شخص رو بهبود میده. اگه این ویدیو برات مفید بود با دوستات هم به اشتراک بذار و خودت هم اگه علاقه به نسخه های طب سنتی داری منو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن که ویدیوهای بعدی من رو از دست ندی.